من واقعا از چشام از شما واقعا معذرت میخوام. خیلی قویه دوستان، سماش خیلی قویه. اصلا ویدیوهاش یه جوری میخوام جیغ بزنم فرار کنم. سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکی دو خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید و سم. دوستان اصلا نگم حتی بچه دوستان سم این دفعه‌مون اینقدر متفاوته. الان تفاوتش بهتون میگم. یه چیزی تو مایه‌های مثل اینکه عمو فریده یا حضرت عباس، یه چیزی تو همون مایه هاست. یه فرد سمی هستش که همچین سمایی تولید میکنه ولی نمیدونم دقیقا چی جوریه. الان میخوام با هم بریم ببینیم چه سمایی تولید میکنه. ولی چیزی که بهم گفتن تو مایه های عمو فریده. حالا ببینیم مثل عمو فریده، کمتر از عمو فریده سمش، یا بیشتر از عمو فریده. بیشتر که باشه قطعا من نمیکشم، اصلا یو رد میدم مغزم آمادگی این قضیه رو داره که یو بترکیو. پس بدون معطلی و مقدمه میریم سریعتر سراغ ویدیو. قبلش یادتون نره بچه حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده دورتون بگردم. اگه هنوز دکمه سابسکرایب نزدید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگولش فعال کنید، راه رو بذارید. گرم ویدیو گذاشتم یوتیوب تو خبر دیگه نیما تکی تو ویدیو گذاشته و بیاید ببینید. سم بدنتون نیافته. بزن بریم سراغ سمهای مدل عمو فریدی. امیدوارم که زنده بمونم. احساس میکنم کمخونی داری. What the fuck حاجی یزید. نه دیگه انتظار داشتم داستانی باشه دیگه. آره دیگه بریم یه بار از اول. من واقعا معذرت میخوام. بفرمایید. مرسی. احساس میکنم کمخونی داری. ناخونات یکم انحنا داره، واسه همینه که لاکت نمیمونه. بدنت به آهن بیشتری نیاز داره. یه موردیو که خیلی باید بگم که مثلا ایشون گارسونه اومده آب بده، بعد یهو این اومد گفت کمخونی داری. بعد توی رستوران اینجوری آب میدن، اینجوری مثلا پیش دستی میذارن مثلا. خب حالا یه خورده من بزنم عقب، یهو زیادی یهو نفهمیدم چی شد. ناخونات یکم انحنا داره، واسه همینه که لاکت نمیمونه. خب شاید اون انحنای واسه یه چیز دیگه به آهن بیشتری نیاز داره. اوکی، یادم نمیاد از انیشتین سوال پرسیده باشن. آیکیو انیشتین 160 بود، آیکیو من 197. باشه. کلاخ مریض انیشتین اصلا ریاضیدان بود. چه ربطی به کمبود ویتامین دی داره؟ اصلا اول ویدیو من بچه‌ها من فاتحه هم خونده است. شک نکنید که یا ابوالفضل یا از من یه خورده دیوات بزنم عقب‌تر. چی میخواد چی میگی؟ آیکیو انیشتین 160 بود، آیکیو من 197. اوه پس انقدر باهوشی، باید همه چی راجع به من بدونی. باهوشه امام زمان که نیست همه چی راجع به تو بمونه. اصلا من چی میگم؟ لکنت زبونم. بعد اصلا باهوشم نیستین. چی میگی؟ کفشای تو بدون مارکه، یعنی بیشتر درآمدی که داری میکنی و سعی میکنی پس انداز کنی. التهاب زیر چشات هم به خاطر کمبود نور خورشیده. آزمایش خون میداد اینجوری نمیتونست دکتر تشخیص بده که اینقدر. الان میگه 2 تا زایمان ناموفق هم داشتی، لخشو ببین. اصلا داداش چی داری میگی؟ خانومه اومده یه لیوان آب بده بره. بنابراین 2 شیفت کار میکنی، از طرف خانواده‌ام تحت فشاری. دیگه تحت فشاری و کی دیگه بابا؟ از طرف خانواده تحت فشاری که دیگه رو پیشونیش ننوشته. از کجا میتونی تشخیص بدی اینو؟ آجی یه لحظه بباشت. یه لحظه. تراپیست با 12 جلسه بعدن متوجه میشه که تازه مثلا این طرف تحت فشار از طرف خانواده. بعد این خب اوکی. تصور میکنم که تو ارتباط با بقیه هم ناتوانی. من به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم ریدم تو تصوراتت. الان کجاشو دیدی تحت فشار؟ کجاش تو فشار بود که الان تونستی تشخیص بدی از طرف خانواده‌اش تحت فشاره؟ خیلی از بر من عجیبه. و مورد دوم اینه که من ریدم تو نویسندت واقعا. اصلا هدف از این گرفتن این ویدیو چی بود؟ که چی؟ آیکیو 197 تو 190 علم نیستی از من. جلوش که دفتر خالیه داره میخونه، دفتر گذاشته جلوش داره میخونه دوستان، کتاب نی. یه نگرانی دیگه هم دارم، اونم اینه که این اول ویدیو بود تازه دوستان. یا خدا یا حضرت عباس.
آجی جدنی چجوری به ذهنش اصلا چجوری به ذهنتون میرسی همچی چیزی بسازین؟ بعد حداقل خب بابا یکی اومده آب داده بهت به عنوان گارسون اونجا، کسی که اونجا داره کار میکنه، یه لباس مناسب تر بدی. کی تو محل کارش اینک آفتابی میزنه رو سرش؟ بعد آخرش اومد آب بخوره، آبش نصفه بود. نگاه کنید الان اینطوری آقای صحنه نگاه کن، اصلا آبو کامل گذاشت رو میز ولی این آبش نصفه بود داره میخوره. یعنی این نشون میده که همین دیالوگای چرت و پرتی هم ببخشید بابا چرت و پرتی هم که اومده بگن رو 10 دفعه گرفتن. یعنی مثلا 10 بار اومدن بگیرن این هی آب خورده ریده دیالوگشو. ببینید دیگه واه، ببینید تا کجا واسهتون تجزیه تحلیل کردم ها. یعنی تا ناموسش رفتم جلو. این قطعا یه چیزی میزنده. نه اصلا این خیلی غیر عادیه. آروم باش تازه اول ویدیو. آروم باش. کلن به کار گارسونی و کافی شاپ و کلن تو اینجور محیطا خیلی علاقه‌مند. کارگردان میره اینجا ویدیو خیلی میگیره، مثل اینکه مثلا یه آشنا یه چیزی تو کافی شاپ یه چیزی داره هی میره اونجا فیلم اوکی به هر حال لوکیشن فیلم برداریه. اوکی یه خانمی اومد یه ظرفی دستش بود ندیدم، خب بند کفشش بازه بعد الان که چی؟ ببخشید از معذرت میخوام. من ریدم تو این ویدیویی که ایشون گرفته. الان مثلا ویدیو عاشقانه گرفت، حداقل بندی کفشی تو دختره رو میخوای ببندی ببند، اون بنده رو نبستی قرم دنگ. میفهمم اینا چی تو مغزشون میگذره. مغز نداری دیگه. خب از اینا مغز ندارن. بعد خب اینا که مغز ندارن با کجاشون با ماتحتشون فکر میکنن؟ آره دیگه. اصلا تیک گرفته صورتم. الله اکبر. اصلا خدا شاهده همین الان دیگه نمیکشم. این بند کفش اینو بس تازه نبست، بعد اون کرد تو دهنه سیب زمینیو کرد تو سس کرد تو دهنه این منطقه تو دم. ادیتور من یه فوش میدم حواست باشی سانسور رو بکنی یا. چرا بهش نگفتی که 2 ساله با برادرش به خاطر پول بودی؟ گذشته و گذشته مهم نیست. نمیخواستم دستش بدم چون پسر خوبیه. این همون جوابیه که منتظر شنیدنش بودم. گذشته و گذشته. یعنی میخوای یه بار دیگه برای بار آخر؟ خب کجا بریم؟ معلوم شد که گذشته ها نگذشته. میتونی پولو برای خودت نگه داری، فقط از ماشین پیاده شو. جیمز لطفاً فقط از ماشین پیاده شو. من دوستش دارم. چی شد؟ یزید اصلا چی شد؟ داداش تو جمله های رندوم هم انتخاب بکنی و بخوای توی دیالوگ جا بدی یه معنی پیدا میکنه. بعد اصلا الان این معنی که این پیدا کرده من دارم فکر میکنم اصلا به چیزای خوبی ختم نمیشه. صدام گرفته. اصلا نویسندت کیه؟ تو کی؟ به دختره پول دادی بعد دختره گفت برای بار آخر چی؟ برای بار آخر چی؟ حاجی اصلا آخی مغزم باد بره توش. برای بار آخر چی؟ 300 تومن چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اینا از انسان دوره اصلا این رفت. داداش من نمیدونم هدفت از فیلم ساختن چیه؟ دوستیه، عشق، رفاقت؟ من ریدم تو هرچی درست میکنی. اصلا چشم چرا داره میسوزه یزید چرا چشم داره میسوزه؟ نباید اینقدر اسیدش نباید اینقدر قوی نه. خیلی قویه دوستان، سماش خیلی قویه. مواظب چشماتون دوباره رفت تو گارسون و رستوران لحظه اینم داره کتاب میخونه. امر دیگه ای نری؟ شماره‌تو میخوام. زنون بچه تو چقدر اعتماد به نفس داری؟ تو رو قرآن از کجا داری؟ داداش من میگم اعتماد به نفس داشته باشی، تو دیگه اعتماد به ان داری. تنها نکته مثبتش اینه که اون لباسی که گفتم حداقل لباس کار رو اینجا چیز کرد. چی میگن؟ حاجی دایره لغاتم باید بیشتر کنم، اصلا پاک میشه رو ذهنم. رعایت کرد. بعد یه خورده دیگه بزنیم عقب. اصلا شماره‌تو میخوام. خانومه چی؟ آخه نمیشه. یه دختری هست دوستش دارم.
همین؟ تو چقدر آدم عاشقی هستی، تو چقدر وفاداری، عین یه سگ. حقیقتا شاید شعور من نمیرسه به فهم این ویدیو. اصلا شاید واقعا من ریدم تو این، هیچ شایدی وجود نداره. من ریدم تو این تولید محتوا عزیز من. ببین تو یه استعداد پنهانی داری، جون مادرت پنهان نگرش دار، اصلا نده بیرون. باشه تو رو قرآن چه فازی داری. دوستان خنده های عصبی ها به قرآن مجید. یه لحظه بایستی من یه رفرش اینطور یه دقیقه من یه خورده استراحت بکنم الان میام. سلام، ببخشید شهرک ناز میخواستم برم، میدونید کجاست؟ شهرک کجا؟ شهرک ناز. ناز؟ بله. میدونید کجاست؟ همینجاست. خفه شو بیشو. لاپات بادم جون، من واقعا دوست دارم، به قرآن مجید دوست دارم بدونم هدفت از تولیدی همچین محتوایی چیه. به حضرت عباس واقعا میخوام بدونم اصلا یه مذاکره‌ای با نویسندت داشته باشم، من یه دور برینم به این شخص. ساختن یه همچین چیز بی محتوایی قطعا کار یه نفر نی، اینا یه گروهن. مطمئنا این گروهی که ایشون هم داره قطعا از گروه اتاق فکر ترامپ هم حتی قوی تره، حتی قوی تره. من اصلا دستم نمیره بخوام ویدیو بعدی رو ببینم. چی میگی یزید؟ با چی کار داری؟ تو رو قرآن بگو من اصلا با چی کار داری؟ اصلا منطق جلو این زایمان طبیعی میکنه بابا. یه اینقدر منطق بذار وسطش، بذار لاش. نمیمیری که. چه خوشگل شدی. این لباس کارته؟ چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ نه بابا دیوونه ای. پس چی؟ چرا اینجایی هادی؟ اومدم تو رو ببینم. ببین هادی من الان وقت ندارم تو رو ببینم، من الان شیفتم شروع میشه، تا شب باید پشت سرم نریز ببینم. خب منم نگاه میکنم. چی نگاه میکنی؟ شیفت دادن و معاینه کردن پشت سرم مریضا. دوستان اجازه بدید من یه دقیقه حالت تهوع گرفتم. اصلا تو ویدیوهای قبلی اسهال میشدم، الان اصلا حالت بالا دارم. چیه؟ حالت تهوع دارم. اصلا دستم نمیره اینو بزنم. چی میگی؟ من سرکارم ویدیو رو من پرستارم. خب پس منم میشم مراجعه کننده. مراجعه کننده میگن مریضدار میبینن نه پرستار. من ریدم تو اون جمله بندید، من ریدم تو خودتو جمله بندید. مراجعه کننده ها میان بیمارا رو ببینن نه پرستارا رو. مراجعه کننده ها خودشون بیمارن، کجا بیان بیمارا رو ببینن؟ تو دیالوگتون حداقل یه خورده کار کنید. تو رو جون مادرت یه خورده تو اصلا ویدیوهاش چه جوری میخوام جیغ بزنم فرار کنم. خندم میکنی؟ دست خر. یعنی الان سابکارت نمیاد برینه به خودت و دوست پسرت با هم؟ بیا برو بابا مریضات اونجا یکی داره سرم لازم داره، بیا برو یکی دادش برس. اینجا داره لاو میترکونه، بعد یکاش لاو میترکون ریده. اصلا معلومی چی میگه. من دارم به اتفاقه میافتم. آره منم مراقب خودم باشم دیگه. آره دیگه. هادی جان این سوالیه که شما باید میپرسیدینا. آها مراقب خودت. خیلی ممنون. نه اینجوری فایده نداره، باید برات کلاس آموزش جملات احساسی بزنم. مجبورم قطع کنم اگه دیگه با اون کاری نشه کار باشی. که دارم ولی خب باشه واسه بعد. راستی هست را جانم. از خیابون رد میشی مراقب موتوریا ماشینیا باش. حاجی چی میزنی جدی؟ به قرآن اصلا این چیزی که میزنی جدا نرو سمتش. اصلا جمله های رندومی که انتخاب میکنی واسه گفتن خیلی غیر منتظر اصلا نیست. لحاظ ادبی هم مشکل داره. حتی داری رد میشی از موقع موتوریا و ماشینیا باش. تا دختری میخنده ذوق میکنه. الله اکبر. انگار یه تریلی هرم رد شده. اصلا چی میگی؟ چی میخوای؟ داداش تو اصلا بگو، اصلا از این تولید محتوا چی میخوای؟ تو بگو هدف چیه؟ شاید یکی تونست کمکت کنه داداش. خیلی داری اذیت میکنی خودتو. من سیمام اصلا داره ذوب میشه.
من به تو اعتماد کردم دوستم آوردم خونمون، بعد تو میری با دوستم تو رابطه، از من که خواهرتم مخفیش میکنی؟ ای بابا بس دیگه، زندگی خودمه، به خودم ربط داره. با دوست خواهرش رفته تو رابطه. من دوستتو بیرون یا هر جای دیگه میدم، حالا چون دوست جنوالی نباید باش باشم، این چه منطقیه تو داری؟ منطقش اینجاست اگه با من در جریان میذاشتی بهتون گفتم که دوستم خودش تو رابطه بود. یعنی چی؟ تو رابطه بوده اومده با منم دوست شده؟ آره دقیقاً. عجب دختر پسیه. بچه شما هم نمیدونم با من هم نظرید یا نه، ولی اصلا به یه حالت خاصی داره میرینه تو دیالوگ گفتن. اصلا خیلی عجیبه. نمیدونم شما هم چه حسی دارین نسبت بهش یا نه. یه جوری اصلا انگار دیالوگ اینا رو میگه، اینا دیالوگ نمیگن. چه قشنگه. لطفا منو ببخش، حق با تو بود، من باید در جریان باشم. قربونش شکلت بشم، تو همه کس خواهری، تو هم منو ببخش. از کوره در رفتم، نمیتونستم ببینم اون دختر داداش کوچولوی منو اذیت میکنه. بابا من دارم سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، هی میخوام فوش خب من ریدم تو خودم که اظهار استفراغ با هم تونستی تو من منتقل کنه. آفرین، واقعا خیلی ها، به قرآن بچه ها خیلیه. یعنی یه تولید محتوایی بکنی درمان یوبوست. اصلا واقعا من واقعا از چشام از شما واقعا معذرت میخوام. یه همچی سم میده، اصلا این دیگه سم نیست، این ترکیبه نمیدونمه. حاجی اینو عمو فرید یه چیزی میزنن، اینو به قرآن یه چیزی میزنن. من چرا عرق کردم؟ آمپرم زده بالا، میخوام با کله برم تو مانیتور. من بفهمم این دیالوگا رو کی و چطور توی چه موقعیتی تولید میکنه، من خیلی واقعا ممنون میشم. حدسی که میزنم غلام کله پز تو توالت داره این سناریو رو مینویسه و برای ایشون میده، ایشون هم اجرا میکنه و به انترین حالت ممکن اجرا میشه. آبجی جونم، داداشی جونم، نمیدونم هدفت فرهنگ سازیه، ریدن تو فرهنگ، نمیدونم واقعا هدفت چیه. جون مادرت اصلا نرو سمت هدفت، هر چی که هست. من سریعتر میخوام ویدیو رو تموم کنم. زنگ میزنم گوشت رو جواب نمیدی. دستم بند. دستت بند بود یا سرت جایی گرم بود؟ چی میگی تو حالت خوش نیست؟ یه لحظه وایسا. اینا که تو نیست؟ این دست تو چی هست یا نه؟ آره. پس تو ماشین رفیق من چیکار میکرد؟ ببین بذار برات توضیح میدم. هیچی نگو فقط خفه شو. دوستان ببخشید یه لحظه من محتویات مغزم رو یه لحظه یاد آهنگ آرمین تو افم افتادم ولی نتونستم آهنگ رو بخونم. چی میگم؟ یه چیزی بگو. چی مریضی دور همچی حالتی بود. واقعا نمیخوام بفهمم بعدش چی گفتی، واقعا معذرت میخوام. عینکه رو تو ماشین رفیقت پیدا کردی، بعد اومدی به ایشون میگی که تو ماشین رفیقم چیکار، بعد میگه وایسا برات توضیح میدم. این جمله مال حدوداً 30-40 سال قبل از به دنیا اومدن بابا نوئله. اصلا فیلم هندیام دیگه این جمله ها رو استفاده نمیکنن. وایسا برات توضیح میدم. چی توضیح میخوای بدی؟ رفیقت تو اسنپ کار میکرد، منم چی میگی؟ واو وای اصلا اباحتش منو گرفت. من واقعا باید برم برینم دیگه. اصلا دیگه نمیتونم تحمل به جون خود. اصلا ریدم 2 ثانیه دیگه بمونم ریدم. اصلا من واقعا دیگه نمیتونم میدونم تحملم نمیتونم بکنم دیگه. نمیتونم چی برید ادامهش. یزید تو اصلا چجوری وقت کردی اینقدر سم تولید کنی؟ اصلا جذابیتش منو یه کاری کرد واقعا هر موقع دیگه برینم یاد تو بیفتم. من خیلی دوست دارم فقط بدونم که این چی تو ذهنش میگذشت که تونست یه همچین ویدیوهایی درست حد داره میکنه دیگه. دوستان ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که فکر کنم قطعا سم بدنتون زده بالا. اصلا الان تامین یزی. من فقط 2 روز وقت لازم دارم ادبیاتم برگرده سر جای اول. دیگه سری لغتنامه‌ها رو پاک شده از تو مغزم. من از این ویدیو بهتون پیشنهاد می‌کنم 2 تا ویدیو رو حتما برید ببینید. بچه‌ها عاشق تک تکتونم. دورتون بگردم. یزید امشب خوابم نمیبره. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پر انرژی و خفن بمونی.